چرا ما امروز جشن میگیریم؟ هر سال الله عزوجل ما را با این راه یکجا میآورد. این باید خیلی مهم باشد که کل امت، پنجگ اهالی دنیا به بررسی این میراث مخصوص نیاز دارد. میراث پدر ما ابراهیم علیه السلام. این روز در اصل مراسم ختم کنی برای پدرمان ابراهیم علیه السلام می باشد. الله درباره او میگوید و پروردگار او را با کار چند بیازمود و او این کارها را به تمامی به انجام رسانید. طرز او درباره ابراهیم علیه السلام در قرآن صحبت میکند، با کسی چنین سخن نمیکند. با عبارت دیگر، الله ابراهیم علیه السلام را آنگونه امتحان کرد که هیچ کس را نکرده بود. ما باید آن مشکلی ها را نه فقط برای یادداشت کردن خود اویدی چقدر بزرگ و عالی بودن علیه السلام به خاطر گیریم، اما واقعا چی معنی داشتن امروز برای من و شما لازم است. الله عزوجل این شخص را همچون یک مرد جوان شرح میدهد که برخاست و همه چیز را که جامعه قبول داشت زیر سوال برد. و او چیزی گفت که از نظر سیاسی، اجتماعی غلط و بسیار غیر قابل قبول بود، اما او میخواست این چیزها را که نه عائله او و نه جمعیت او هیچ کس اویدش صحبت کردن نمیخواست در این سن سال جوان زیر سوال برد. مسئله نسل نو است. یکی از گرایش ها برای پسران و دختران جوان این قبول نمودن است. تو میخواهی مثل نفران دیگر لباس پوشی، تو بزیب نمودار بودن نمیخواهی، تو میخواهی چنان صحبت کنی که دیگران تو را قبول داشته باشد یا نفر ارزنده در گروه باشی. اما تو همان نفر از گروه جدا باشی، همه بالای تو میخندند، همه میگویند مگر تو دیوانه ای؟ تو چگونه گپ میزنی؟ تنها تو همین خل هستی. هر گونه اندیشه ها در فکر تو میآید. من باید این رو نکنم، من باید چیزی پوشم که به من زیبد. این یک بخش شکننده عزت نفس جوانان است که به جای در موقع خود راست بودن، آنها بین گروه پنهان میشوند. حتی امروزها در مکتب و دانشگاه ها، مخصوصا در مکتب های میانه، شما نورسان را میبینید که مثل رفیقهایشان لباس میپوشند. آنها چگونه لباس پوشیدن را خودشان انتخاب نمیکنند، یا با کی همراه باشند، یا چگونه باید صحبت کنند، چگونه موسیقی گوش کنند، یا وقت خالگیشان را چگونه سپری کنند. همه این تحت فشار همسالانشان است. آنها باید مثل دیگران در قالب باشند. شما فرزندانتان را برای لباس مکتبی خریدن میبرید. آنها با شما بحث میکنند این سومکه را باید گیریم، این لباس را باید گیریم، چون که آنها میدونند که این گونه لباس برای رفیقایشان پسند خواهد آمد. اگر من این لباس را گیرم، آنها مرا مسخره نمیکنند. آیا چیکار کردن ابراهیم علیه السلام اندیشه کنید. او در این سن سال جوانی با پای خستن معیارهای جامعه خود را زیر سوال برده ایستاده است. برایش قبول است، زیرا که وفاداری او به الله و حقیقت است. و از این هم سخت‌تر سوال کردن به پدر خودش. ما از این قصه بزرگ می‌آموزیم که او حق است و پدرش گرچنده که کلان سال است، او را کلان کرده است و دوستش می‌دارد. در اصل در قرآن الله میگوید وقتی او کلمه پدرم که زیاد دوستش می‌دارم، پدر عزیزم. پس این چنین نیست که ابراهیم علیه السلام پدرش را به خاطر مشرک بودنش بد می‌دید. او حقیقتا پدرش را دوست می‌داشت و پدرش نفری بود که او را کلان کرد و حالا او پدرش را که بت‌ها را می‌سازد و خطا سوال می‌کند. شما امروز هم می‌بینید که در حیات زیاد شما اعضایان عائله که عادتاً کلان سالند کارهای خطا می‌کنند. و زیادی وقتها گرچنده که ما مسلمانیم و وفاداری ما به آنچه که حقیقت، صحیح، عدالت و راستی است ما میگوییم، لیکن این پدر من است، من هیچ چیز گفته نمیتوانم. این مادر من است، من هیچ چیز گفته نمیتوانم. این کلان سال است، من هیچ چیز گفته نمیتوانم. عائله مهم است. چه خیلی عائله مهم است. حالا که من و شما میراث ابراهیم علیه السلام هستیم. صداقت ما تنها به چیزی درست است. حتی او عائله خود را زیر سوال میبرد. قرآن میگوید به عدالت فرمانروا باشید، هرچند که بر زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد. و این میراث ابراهیم علیه السلام است. حتی در دوران جوانی راست ایستاده گفتند پدر جان من تو را دوست می‌دارم، اما این چیزی خطا است، من نمیتوانم. و این چنان مشکل بود که حتی پدرش او را از خانه راند و او بر این راضی بود. اکنون چقدرتر به حیات او میروه، مشکلی باز هم زیادتر میشد. اکنون او درد شخصی را قبول میکرد. مشکلات شخصی، درد جسمی او را به خاطر باوریش حالا در آتش خواهند پرتافت، اما او از اعتقادش بر نمیگردد. امروزها ما مسلمان ها در آتش پرتافته نشده ایم. ما در آتش جمعیتی پرتافته شده ایم. ما همیشه موارد تنقید و مشکلی قرار میگیریم. زیر این فشارها من نمیدونم که تو این گرمی رو چگونه طاقت میکنی. شاید من برای مسلمان بودنم بخشش پرسم، یا ما باید دینمون را چنان نمودار کنیم که برای نفرانی که ما رو تنقید میکنند قابل قبول باشد، یا شاید ما کمی باز استیم از باوریمون.
و زیادی از جوانها وقتی با چنین مشکلی ها در کالج دانشگاه ها روبرو می شوند یا در مکتب یا در جای کار، آنها برای اعتقاد بر نمی خیزند و عقب نشینی را اختیار می کنند. ابراهیم علیه السلام آماده به کام آتش رفتن را داشت اگر لازم باشد، اما او از لا اله الا الله بر نمی گردد. او از وفاداری به الله باز نمی گردد. این چیزی است که ما امروز جشن می گیریم، عهده‌داری این مرد به الله. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.